باعث افتخار ملت افغانستان ماست. اما ما هم از طالب ها خواهش مایی است که طالب های معزز وطندارای گل ما، بیا این دست به دست همدیگر پرتیم، بیا ام نکنیم همین سال 40 سال بدبختی کردیم، 40 سال تمام درس را از همین تمام بدبختی ها باید ما شما درس بگیریم و برای کل هم مجموعه کسانی که آمدن چور کردن چپاول کردن چی شدن، عاقبتش چی شدن. حالا ما از برادرای طالب خود از همه طالب های خواهشمند هستم که بالاخره بیاین، بالاخره یک حکومتی که بالاخره دارای بالاخره بین المللی باشد بیاین. طالب ها واقعا اگر واقعا بیاین همو بالاخره رهبرشان را در انتخابات افغانستان انتخابات برگزار شود، رهبرشان را در انتخابات ببره، بالاخره او را برای رئیس جمهوری کاندید بکنن، رای آوردن، بالاخره خب اون رئیس جمهور افغانستان میشه. هر کسی باشد در افغانستان ما که امنیت باشد، طالب باشد، هر کسی باشد، تمام ملت ما آرام باشد، با عزت باشد، سربلند باشد. به خدا حیف جوانای ما نکرده است، از شرق تا غربش گرفته، تمام ما از دریا از مرزش گرفته کل ما چوب سوخت قرار گرفتیم. واقعا ما برای طالب ها متاسف هستم. طالب های عزیز، طالب هایی که از وطندارای ما هستند، از افغانستان هستند، بیاین دلتان برای ملت ما بسوزن، برای جوانان ما بسوزد دلتان. واقعا تا بکی ما شما لاقل به این جنجال و به این بالاخره برخوردهای زشت ما در مقابل خود ما، کسی دیگه هم نیست، خود ماستیم، همگی خود ماستیم، همگی از یک وطن هستیم، جان و تنی همدیگر هستیم. بیاین بلیاز خدا هر طریقی است بیاین با همدیگر بنشینیم و با همدیگر کشور خود را بسازیم و با یک وحدت و هماهنگی و برادری بالاخره کشور خود آباد بسازیم. تشکر جنرال صاحب برهانی.